ولایت چیست؟ جواب 2 کلمه بیشتر نیست. 1 السمع، 2 الطاعه. ولایت یعنی سمع بودن، گوش شنوا به حرف پیامبر و ولی خدا داشتن و در مرحله و عرصه اجرا و عمل کردن به فرامین وجود مقدس رسول خدا و وجود مقدس ولی خدا و جانشین پیامبر. السمع و طاعه. آقا از شما پرسیدن ولایت یعنی چه؟ این 2 کلمه در ذهنتون باشه. ربنا اننا، این آیه شریفه رو امروز تو مفاتیح خوندیم، مرحوم عاشق عباس نوشتن، مرحوم سید ابن طاووس دارن در اقبال. این آیه شریفه رو امروز خیلی باید میخوندید و بازم بخونید. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ما هم سمع بودن، گوش شنوا داشتن، به جان خریدن، هم در مرحله عمل و اجرا میداندار بودن و عمل کردن. جریان ولایت. حالا سخن دوم و سوال این است که بعد از این که گفتیم ولایت چیست، بگوییم ولی کیست. ولایت چیست و ولی کیست؟ قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی کیست؟ ولی خداست، پیامبر است و کسی که او مؤمن است، نماز اقامه می کند و او که در حال رکوع به تعبیر اونچه که در روایات آمده در ذیل این آیه شریفه و شأن نزولش، انگشتری به سائل داد. هم اهل سنت در جوامع رواییشون در ذیل این آیه شریفه دارن، هم امامیه که این آیه در شأن وجود مقدس مولا امیرالمؤمنین علیه الصلوات المسلین نازل شد. او صاحب مقام ولایت است، ولایت دارد، یعنی او اولویت دارد نسبت مردم از نفس اونها، نسبت به اونها اولویت دارد. اونجا که حوزه ولایت و امر و نهی او باشد جای چون و چرا نیست. اللهم وال من والا و عاد من عادا، اونچه که پیامبر هم فرمودن. آقایانی که معنای دیگه‌ای که برای ولایت و ولی میکنن چگونه است با این روایاتی که ما داریم، با این خطبه قدیری که وجود مقدس پیامبر قرائت فرمودند، با این سلسله اسناد، روات، تواتر در این حدیث، چگونه چه نسبت به اصل حدیث، چه نسبت به محتوا و مضمون این روایت و حدیث متواتر دچار تردید میشوند یا نه خود را به تردید میزنند. سامانه یک پارچه آرشیو دیجیتال razaviarchive.aqr.ir معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی. محمد و آل محمد